شام 3 ایول سال 2022 در منطقه صنعتی رودنیووا در شرق مسکو بین دهان مهاجر زنوزنی گروهی صورت گرفته است. منطقه رودنیووا در نویه کوسین اوختیمسک همگی 5 کیلومتر دورتر از مکات جایگیر شده است. به گفته شاهدان در زنوزنی در رودنیووا بیش از 60 مهاجر اشتراک داشتند. سبب زنوزنی هنوز روشن نیست، ولی برخی شاهدان گفتند که یک گروه مهاجران کار خود را درست انجام نمیدادند و گروه دیگر مجبور بودند که به جای آنها هم کار کنند. همین سوء تفاهم در مورد تقسیم جبهه کار باعث مناقشه شده است. ویدیو لحظه زنوزنی در شبکه فکنتاکت نشر شده است. در ویدیو دیده می شود که مهاجران با تخته و ارماتور و حتی با جاروب مسلح شده به طرف یکدیگر چوب و آهن و بتون و هر چیز دیگری را که راست اومد هوا میدهند. صدای یکی از اشتراکچیان زنوزنی به گوش می رسد که به زبان تاجیکی همسفان خود را تشویق می کند که بزن بزن. همچون صدای یکی دیگر به گوش می رسد که با لحن مانند به لحن ازبکی از آنچه که می بیند اظهار تشویش و حیرت می کند. اما هنوز معلوم نیست که در رودنیووا مهاجران تاجیک و ازبک از گریبان همدیگر گرفتند یا دیگران. بنا به خبرها درباره زنوزنی گروهی در منطقه صنعتی رودنیووا به پلیس پایتخت روسیه یگان خبر نرسیده است و درباره آسیب دیدگان نیز خبری دسترس نشده است. حالا مهاجران را برای اشتراک در زنوزنی ها می توانند از روسیه اخراج کنند. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی ها بین مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دهرانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی ها بهرامانه از کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم میکنند. ماه دکامبر سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که الکی بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زنوزنی های عمومی اخراج کردند. اکثر آنها را به مهلت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند.